سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایی که دوستان دارم که هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. خب امروز قصد داریم در رابطه با استراتژی معاملاتی گلدوین صحبت بکنیم که یک استراتژی بسیار قدرتمندی هستش که شما میتونید با استفاده از این استراتژی بهترین نقاط معاملاتی رو پیدا بکنید. خب اولین کاری که میکنیم حالا برای پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی خیلی راحت روی چارت ما می‌بینیم که یک جاهایی توی گذشته بازار و بک تست بازار ما یک سری نواحی داشتیم که حالا مثلا این ناحیه یک ناحیه با خودن حمایتی بوده که تبدیل به یک پیوت بسیار جذاب برای ورود به معامله شده و ما اینو تشخیص دادیم به عنوان یک سیگنال خرید یا بای. نحوه ورود به معامله به این صورت هستش که حالا ما توی نماد طلا تا این فیلم 1 دقیقه هستیم. حدوداً حالا چند ساعت پیش ما یک سیگنال بای هم اینجا داشتیم که اگر بخوایم حالا بهش دقت بکنیم بازار یک لگ صعودی داشته و بعد از اون تشکیل داده یک مثلث صعودی و که بعد از اون ما یک سیگنال بای در پول بک داشتیم. خب قاعدتا زمانی که ما این سیگنال بای رو دریافت کردیم میتونیم با یک ریسک به ریوارد 1:1 ورود بکنیم به معامله که حالا استاپ ما میشه پشت این ناحیه سبز رنگ و تیپی ما هم که یک آر به آر 1:1 به ما میده. حالا چون تایم فیلم ما پایینه زیاد جالب نیستش که بخوایم از ریسک به ریوارد 1:1 استفاده بکنیم به خاطر حالا نرخ کمیسیونی که وجود داره و اسپردی که توی نماد طلا هستش، ولی بهتر است حالا توی تایم فیلم های پایین تر دنبال نقاط 1:2 بگردیم که حالا میبینیم که 1:2 هم خیلی راحت میزنه. و مثلا اینجا سیگنال سری که اینجا داشتیم بخوایم محاسبه بکنیم میزان آر با آرشو بعد از شکست ناحیه یک سیگنال سل بسیار قدرتمند استاپ ما میشه پشت ناحیه، حالا مثلا 10 پوینت 20 پوینت بالاتر و یک آر با آر 1:1 جذاب اینجا به ما داده. دوستان اولین مطلبی که خدمتتون عرض میکنم برای بحث معامله کردن، سعی کنید مثلا آر به آر 1:2 در نظر بگیرید. بالفرض مثال آر به آر 1:2 ما میشد همین جایی که بود، حالا ما تغییرش دادیم مثلا اینجا. خب نصف بقولن اون تارگت ما که رسید مثلا اینجا، شما نصف پوزیشن رو خارج بشید. خب استاپتون رو بذارید اینجا و دنبال روند برید و مثلا آر 1:2 که رسید مجدد اینجا نصف دیگر رو خارج بکنید، دنبال روند برید. 1:3 که رسید نصف دیگر رو خارج بکنید تا حالا هر جایی که ادامه داره. این حالا کاری که دارم خودم انجام میدم، ولی خب اگر دوست دارید سریعتر از معامله بیاد بیرون و اون سود جزئیه رو بگیرید همون 1:1 کفایت میکنه. خب بریم حالا توی گذشته بازار مثلا روی نماد یورو یو اس دی ببینیم که چه اتفاقی افتاده. خب نگاه مثلا همین جایی که هستش، حالا روی چند دقیقه پیش هم هستش، بودن چند ساعت پیش ما یک سیگنال سل دریافت کردیم که بعد از ورود به معامله بخوایم حساب بکنیم میشه اینجا دیگه. ما اینجا ورود کردیم به معامله با استاپ اینجا و تیپی هم اندازه تقریبا میشه اینجا. بله
نگاه خیلی راحت این تیپی ما رو زده و حالا انتهاش با شادو مجدد برگشته و حالا 100% با قاطعیت روند ما میتونه تا اینجا کشش داشته باشه برای بحث اصلاح که همینجا خودش میشه یک آروار تقریبا 1:2 یا 1.5 تقریبا. و یه چیز بسیار ساده‌ای هستش که حالا خیلی راحت میتونید با استفاده از اون نقاط خیلی خوبی رو پیدا بکنید و بالفرض مثال اینجا 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 و حالا هر سیگنالی که به ما اجازه ورود میده میتونیم با یک ریسک فوق‌العاده‌ای ورود بکنیم و استراتژی بسیار فوق‌العاده‌ای هم هستش. امیدوارم که حالا از این آموزش خوشتون اومده باشه و حالا اگر نظری سوالی داشتید میتونید